یو حالتون چطوره؟ امیدوارم اوکی باشید. امروز یکم ویدیو متفاوته، اونجوری نیست که یکم بخوایم حالا خوب مثلا داستان کنیم و انرژی و بالا از این کارا. خلاص همین سابسکرایب از اینو یادتون نره. آقا من جدیدا متوجه شدم یوتیوب با من لچ کرده. من خصومت شخصی داره، پدر کشتگی داریم ما، دهن سرویس. و اصلا خودم شخصا رفتم با مثلا اکانت‌های غریبه چند نفر آوردم زوری نه اینکه خفتشون کنم و زوری کردم، استفاده خوبی نه. خلاص آقا من اومدم اینا رو آوردم مثلا سابسکرایب کنن چنل و اینا، ببینم من بره بالاتر. اینا زدم، لایک کردم، کامنت زدم، همینجوری یه سابسکرایب هم زدم، زنگوله هم زدم. بزنید و اینایی که میگم دارم هم میگم بزنید. خلاصه که زدم یادم باجه در چی رفرش میزنم اصلا فایده ای نداره، هم مونده رو همون. نه این تنها بچه‌ها میگن ما لایک میکنیم، لایک حساب نمیشه. خلاصه که باجه یوتیوب داره اذیت میکنه، دهنمو داره سرویس میکنه. منم این همه دارم حالا با مورال ویدیو داریم زحمت میکشیم میگیریم، اذیت میشیم وقتی میبینیم که این ویدیوهایی که داریم تلاش میکنیم. حالا دمتون گرم، خیلی هم دوستتون دارم که نگاه میکنید، ولی بیشتر از اینا ویو دار هست و ویو میگیره ولی کمتر توی یوتیوب به ما نشون میده. و از این موضوع خیلی شکایت داریم از یوتیوب. لطفاً یه حرکتی بکن برای این داستان. و از شما دوستان عزیزی که دارین این ویدیو رو نگاه میکنین تقاضا و خواهش دارم که به رفیقاتون حتما شیر کنید، ویدیو رو بذارید اونا ببینن، بتونن سابسکرایب کنن، لذت ببرن و همینطوری دیگه ادامه بدیم. انرژیم یکم خوابیده، یکم اصلا حوصله ندارم دیگه. اینگاه مثلا هر چقدر میگم یوتیوب چرا منو اینجوری گرفته، چرا اذیتم داره میکنه. بابا ما ایرانی‌ها گناهی نکردیم به قرآن. ولی مشکل اصلی ما میخوره به این که همبستگی بین ما وجود نداره. آقا درسته یوتیوبر زیاد داریم، این همه آدم بال زیاد داریم، ولی خب ما هم مثلا اونایی که دارن شروع هم میکنن، حالا من خودم اصلا میگم شروع کننده تازه دارم شروع میکنم. ما که 5 سال چنل یوتیوب هم استارت زدم، حالا ول کردم و 1000 تا اتفاق افتاده وسطش بمانن. ولی خب خدایی ظلمه اینکه ببینید راحت همه میرن بالا تو موندی، خیلی اذیتی داره. با اینکه الگوریتم هم داری رعایت میکنی یا یوتیوب داره اینجوری دقیقاً. آره. و خلاصه که لطفاً وقتی ویدیو رو میبینید شیر کنید واسه رفیقاتون، خودتون میبینید سابسکرایب کنید. اگر از شورت ها میاد، ویدیو شورتس میاد، حتما اون سابسکرایبر رو بزنید. خیلی انرژی به من. به مولا بیایم بالا، همه اومدیم بالا، اصلا هیچ فرقی نداره. خلاصه که الان مورالم حال نداره، اصلا افتاده خواب، در نمیاد. دوستتون دارم آقا، عاشقتونیم. لایک کنید، سابسکرایب کنید. 10,000 دفعه دارم میگم همبستگی نداریم دیگه. یوتیوبرها زیاد شدن درست، ولی چرا این عقده هست که نه این داره کار میکنه من سابشته میکنم و تاب نکردی هم نکن، فدا سرت. اصلا آدم احساس قشنگی داره وقتی که همه همدیگر رو ساپورت کنن، حمایت کنن. واقعا اینجوری خیلی بهتره. و ما هم دیگه تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که چنل رو بیاد بالا. مارا خانم هم خودش چنل داره میزنه، چنلش رو میذاره این پایین، چنلش رو این خب خدایی که خیلی داستان بدیه و سختیه. چجوری بخواید چرا یوتیوب ساب نمیده واقعا. ساجستشن هم داره میکنه، همه کار داره میکنه. 1000 تا اول آدم بخواد بگیره دهنش سرویس داره میشه. رو تو 1K بچه‌ها حتما به 1000 تا این چنل رو برسونید که بدونید واقعا خیلی میخوامتون و ببینید چه اتفاقای خفنی میفته. فقط حالا نه چه بحث آهنگ باشه، چه بحث ویدیوهای فان و اینا باشه، چه هر چیزی، قراره چیزای عجیب غریبی ببینید. من آدم کسخلیم به طرز واقعیت بهتون میگم. قراره باشو صورتی کنیم حتی. نه حالا اونا رو میخوام اون موقع دیگه کچل میکنم، خدا کچل میکنم. بابا الان موام قشنگه، خیلی قشنگه. بیشتر بهت میاد یا سبز میکنم لی آیله‌اش. خلاصه که یوتیوب با ما خصومت شخصی نداشته باش. بذار انگلیسیش هم بگیم. Please keep my subscribers, please add my subscribers, please anything you can. We fucked up with you. و اینکه we are working on this channel, so please check this my channel and analyzation my everything. And thank you so much YouTube. Please just keep my subscribe.
get me my subscribe. آقا سابسکرایب کنید این شکلیم، نکنید این شکلیم. حالا چیز چیه؟ الگوریتم داره یوتیوب آقا واقعا باید یه سری الگوریتما رو نه شما وایسا یه سری الگوریتما رو شما باید رعایت کنی، به تایم ویدیو بذاری و یوتیوب واسه من نذاشته که کی بتونم ببینم شما توی یوتیوبید. یه قابلیت داره که شما رو نشون میده چه ساعتی آنلاینید. حواسمون بهتون هست. دقیقاً حواسمون بهتون هست ولی من اونو ندارم. کارگزارشی نه من اونو ندارم آقا، من اونو ندارم. نمیدونم چرا باگه یا چیه واسه من نمیاد که ببینم کی آنلاینید و واسهتون تو اون تایم ویدیو بذارم یکم ریت ویدیو میاد بالاتر و خلاصه میایم بالا. خلاصه خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم واقعا. حواستون باشه تو خونه‌هاتون دوربین کارگزار ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید حتما، چون یوتیوب به کامنت و اینا تاثیر داره واقعا. کامنت و لایک و وقتی میذارید یکم ریتد میاد بالا، ساجستشن میره بالا، یعنی ساجست همون پخش میشه ویدیو تو یوتیوب بیشتر میره، تو اکسپلور و اینجور چیزا وایرال میشه. آقا من خیلی کوچولوتونم آقا دیگه، خلاصه خیلی میخوامتون، عاشقتونم، به چشماتون خیلی میاد، زیاد دوستتون دارم. اشتباه گفتم، دوستتون دارم. آره دوستتون دارم. چی گفتی؟ خب بگو. ای بابا یوتیوب ای خدا پدر ما رو در آوردی. آقا سابسکرایب کنید، واسه رفیقاتون هم بفرستید. دوستتون دارم خیلی زیاد، به چشمتون خیلی میاد. بای بای سوسی. پیس.